شب قدر. در ماه رمضان شبی است که الله تعالی در موردش می‌فرماید از 1000 شب بهتر است، زیرا شبی دارای قدر و عظمت و بزرگی می باشد که فرشتگان و برکت و رحمت و مغفرت الهی و سلام فرود می آیند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فرشتگان در این شب بیش از شمار سنگریزه در زمین هستند و نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که از روی ایمان و احتساب اجر شب قدر به عبادت برخیزد گناهان گذشته‌اش بخشوده می شود. الله تعالی این شب را مخفی داشته تا در شبهای فرد دهه اخیر رمضان مسلمانان برای عبادت سعی و کوشش بیشتر کنند، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند لیلة القدر را در شبهای فرد دهه اخیر رمضان جستجو کنید. اعتکاف ویژه شب قدر نیست، بلکه در 10 شب آخر مستحب است. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه آخر رمضان به اعتکاف می نشستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که از روی ایمان و احتساب اجر شب قدر به عبادت برخیزد گناهان گذشته‌اش بخشوده می شود. دعا کردن همانطوری که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است سنت است. گفتم ای رسول الله اگر لیلة القدر را دریافتم چه دعا بکنم؟ فرمودند بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی ای بار خدایا تو عفو کننده‌ای و کریم هستی که عفو را دوست می‌داری، پس مرا مورد عفو خود قرار بده. از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت شده که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به من لیلة القدر نشان داده شد، پس از آن فراموش کردم و آن در شبهای دهه اخیر در شبی است که نه گرم است و نه سرد و شبی روشن می باشد. همچنین خورشید در آن روز سفید طلوع می کند، چنان که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خورشید در آن روز شعاع ندارد.